خب سلام علیکم هموطنان گرامی بینندگان ارجمند. اینک بعد از تنفس چند هفته‌ای بنده باز در اختیار شما قرار دارم و در اینک برنامه ما در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان و همزمان در کانال ماهواره‌ای پیام تیوی که اینک چند وقت می شود که از فریکوانس دیگر در 100 ماهواره 100 پخش می شود و باید دسترسی بیشتری را در تاجیکستان داشته باشد به کانال یوتیوب ماهواره ما و از برنامه های آینده ما در اینجا یک ویدیو تبلیغاتی یعنی نوار تبلیغاتی به خاطر پیوستن و کانال ماهواره پیام تیوی رو خواهیم گذاشت و شما با ما باشید. در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان ابونه شوید و نیز در نظر داریم که شاید از هفته آینده یک کانال یوتیوبی دیگر با نام پیمان آنلاین رو تأسیس دهیم، چون که این کانال یوتیوبی کمی دچار به مشکلی شد و ما میخواهیم که یک کانال دیگری رو به جای همین کانال تأسیس دهیم یا در برابر همین کانال. برای همین پیگیری کنید و با ما باشید و ابونه شوید و همرسانه‌ای کنید و خوب پسند کنید تا که در توصیه های یوتیوب این نوار بالاتر رود و هرچی بیشتر شنوندگان ما را تماشا کرده باشند. خب فرمت برنامه همان است که بود، یعنی من طول هفته خبرهایی رو که برای خودم جالب بودن انتخاب میکنم و با شما در میان میگذارم و شاید از این هفته برنامه ها رو بیشتر کنیم. همین خیلی نیت هم دارم برنامه ها رو بیشتر کنیم و شاید هفته یک بار یک برنامه آنلاینی کنیم و زنگ ها و خب سوال های شما را هم قبول کنیم. در ضمن شما می توانید در پست الکترونی یا در خود همین نوار در زیر درخواست های خود را نویسید و ما از آنها استفاده خواهیم برد. خب خبرهایی که این هفته مورد بررسی قرار گرفتن در ناحیه بلجوان که هنوز در 28 مارس رادیو آزادی به قول یکی از ساکنان این ناحیه اویله دورانوف ها که پدر اویله با اتهامی قلابی بازداشت شده بود گزارش را تهیه کرده بود. این بود 28 مارس و در آنجا پسر همین سید مؤمن دورانوف سیفالدین دورانوف گفته بود که مفتش با اصرار از پدرش پرسیده است که چرا شما نخود دیگر نهاد رو نیافتید، دیگر مقامات رو نیافتید و چرا به رادیو آزادی مراجعت کردید و بلای به سر اینها اومده را یک نوع به اون رب دادن که اینها خب یعنی دعوای زمینه که معاون رئیس نویه به فکرم ابراهیم زاده بوده است یا که با همین اویله داشته است و این باعث مشکل این اویله شده است و طول یک ماه خب بعد گزارش طول 3 هفته حدود 20 روز بعد 20 روز خب گزارش رادیو آزادی اینک پسر را بازداشت و پدر را آزاد کردند و پدر را که بازداشت کرده بودند گفتند که با قلابی متهم می شود و با علاقه با گروه های غیر قانونی
و اون را شرح ندادند که کدام گروه های غیر قانونی، ولی پدر تماس داشته است با گروه های غیر قانونی. منظور شاید گروه های مخالفین بیرون از کشور باشد و قلابی که زمین را گویا فروخته است و اینک به پسرش سیفالدین همین اتهام را بستند گویا در زمین فروشی دست دارد و اینک باز پدر در مبارزه به خاطر آزاد کردن پسر است و در مصاحبه نوبتی رادیو آزادی که اخیراً 21 اپریل به نشر رسیده است، پدر باز در این باره گفته است و سوال گذاشته است که چخیل پسرم که یگان مقامی دولتی ندارد، زمین ساز که نیست، یگان از امضاش یگان چه وابسته نیست، او چخیل میتواند یک زمین را به کسی بفروشد و چنین سوال گذاشته است. و این است دیگر تجربه تاجیکستان که ما و شما از آن خیلی خوب خبر داریم. یعنی با گفت مردم ما دزد یورغاش صاحب مول شرمنده، مردم بدخشان میگن، یعنی اونی که عیبدار است او صاحب مال شرمنده و او دزد عیبدار میکند، متهم میکند و این مقامات، این دادگاه ها، سودها، پرکرورها البته که جانبدار مقامدار پسترین هم باشد جانبداری از او میکنند و این پرونده رو حالا پیگیری دارد رادیو آزادی و ما نیز از آن به شما درک خواهیم داد و از شما میخواستیم که در زیر در شرح ها نویسید از واقعه از حالت های دیگری که در وقت دعوا بین شهروند و یک مقام دولتی که شما مشاهده کرده اید که یک مقامدار دولتی در مقابل شهروند یعنی سود یا پرکرور جانب شهروند عادی رو گرفته باشد در زیر نویسید. و چخیلی که هفته سپری باز یک خبر دیگر نشر شد، یکی از سابق کارمندان پرکوراتورا به خاطر تحقیر پرکرور گنرالی بازداشت شده است و نسبت او نیز پرونده در جریان است و بینید مقام دارم البته که بازداشت می شود، لیکن در مقابلش باید مقامدار بالاتری باشد. یعنی همون پرکروری که بسیاری ها در شرح ها در شبکه های اجتماعی از او نیز تنقید می کنند، یعنی او هم در وقت در وظیفه بودنش مردم از او خاطره های نیک ندارند البته، ولی امروز که این مقامدار بر ضد مقامدار بلندپایه‌تر خب کدام یک ناراضگی بیان کرده است، این را با اتهام تحقیر پرکرور گنرالی به زندان برده ایستادند و چنین است دیگر خب عدالت سودی در تاجیکستان. و باز هم پیوندان سعید عبدالله نوری، نورالله سعیدوف و محب الله نوریدینوف اخیراً از 23 مارت به این سو از ناحیه باختر اینها را به به طرف نامعلوم انتقال دادند و در بازداشتگاه وزارت عدلیه ایشان رو پیدا نکردند و ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نیز به خبری اظهار کرده است از جای بود و باش این دو شهروند جمهوری تاجیکستان که اخیراً اتهامشون هم تقریبا نه انگیزه، یعنی پرونده البته که انگیزه سیاسی دارد
و معلوم نیست که این بر کدام خاطر امروز بعد 7 سال خب از برهم دادن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پراکنده شدن این حزب و خب تعقیب و زندانی شدن اعضای این حزب، اینک بعد 7 سال چی باعث شده است که مقامات علیه پیوندان و نزدیکان اساسگذار این حزب یعنی سید عبدالله نوری خب جنگ اعلان کردند؟ معلوم نیست. و میخواستم از محترم تماشابینان از شما میخواستم که در این مسئله نیز در زیر در شرح او فکر خود رو نویسید و تحلیل خود رو نویسید که شما چی نظر دارید از کدام خاطر بعد 7 سال خب پشت خوردن حزب نهضت اسلامی یا غیر قانونی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان و زندانی شدن اکثر اعضای ریاست آن در تاجیکستان اینک به نزدیکان سید عبدالله نوری چسبیده دارند. این را میخواستیم شاید یک برنامه تحلیلی هم در این موضوع پیاده کنیم، ولی از شما میخواستیم که شما فکر و عقیده های خود را در زیر نویسید. خب کارشناسان سازمان ملل متحد از عملکرد مقامات در بدخشان اظهار نگرانی کردند. با چنین سرلوحه در رادیو آزادی گزارش پخش شده است و رادیو آزادی نمیدانم با کدام سبب یک مفهوم را در درون ناخونک گرفته است، یعنی مفهوم اقلیت پامیری که در این اعلامیه مشترک کمیسیه های 6 کمیسیه سازمان ملل متحد که اقلیت پامیری گفته از پایمال حقوق این اقلیت اظهار نگرانی کرده است. رادیو آزادی این اقلیت پامیری را در ناخونک گرفته است. در اینجا می سازد که به همین موضوع کمی برگردیم. همیشه در ما خب محلچگی، یعنی محلچگی رو ما برای خود چی میکنیم؟ یک دردی ملت می حسابیم و هر دفعه زیاد از آدمان بدخشانی ها رو به خب جدایی طلبی عیبدار میکنند. بعضی در خاطر داشته باشید بعضی روزنامه‌نگاران میگفتند که بدخشانی ها غرور بلند محلی دارند و همین خیل یعنی به محلچگی بدخشانی ها رو متهم میکنند. ولی متاسفانه اون در ناخونک گرفتن اقلیت پامیری که رادیو آزادی به اون را داده است، این نشانگری واکنش اکثری حتی زیایان تاجیک غیر بدخشانی نسبت بدخشانی ها است که حتی در صف مخالفین یا در صف آزاداندیشان تاجیک هم چنین واکنشی که رادیو آزادی به اقلیت پامیری کرده است چنین واکنش وجود دارد و چنین واکنش ها محض باعث بیشتر جدا اندازی بین خب منطقه های تاجیکستان می شود و اعتراف نکردن آن که این اقلیت قومی است، یعنی پامیری واقعاً که یک فرقیت دارد، یعنی بر فرقیت پامیری ها اعتراف نکردن رادیو آزادی و دیگر زیایان تاجیک همین است یکی از سبب های خب اون
بعضی ها جدایی خواهی بدخشانی ها یا پامیری ها است که پامیری ها خود را تاجیک نمیگویند. پامیری ها به خاطر همین ما از چهارشنبه رو امروز ما در زندان داریم به خاطر پامیری بودنش و اینک خیلی باعث نگرانی است که من خیلی احترام دارم به رادیو آزادی و مؤلفان آن و ایشان رو از ایشان یگان گمان ندارم که اونها باید، لیکن یک دقت اگر داده باشد رادیو آزادی اصولا یعنی پرینسیپیال نه اگر دقت باشد در وقت اشاره به بدخشان یگان بار ولایت مختار کوهستان بدخشان نمیگویند، یعنی کلمه مختار را از بدخشان میخواهند همیشه جدا نشان دهند و در اینجا هم آمدند و این خب اقلیت پامیری را در ناخونک نگاه داشتند. امیدوارم که مؤلف این گزارش به این سوال بنده پاسخ میدهد اگر این سوال را یکی شنود. من میخواستم و از دیگر زیایان تاجیک، زیایان که اینک خب خود را نیز تبعیض شده احساس میکنند از طرف همین رژیم خودکامه خانوادگی، همان زیایان که نیز تبعیض مورد تبعیض اجتماعی از طرف همین مقامات قرار گرفتند، از اونا خیلی میخواستم که بیاید اعتراف کنیم، بیاید دیگر بودنی یک قوم را در تاجیکستان اعتراف کنیم و این باعث می شود که اعتماد طرفین بیشتر می شود و وحدت ملت باعث وحدت ملت می شود. بسیار می خواستم که به این وجه دقت دهید، یعنی بله پامیری یک اقلیت قومی است، این را قبول و اعتراف باید کنید. هر لحظه ای که شما با این در برابر با این یعنی واکنش میکنید، یعنی این را رد کردنی میشوید، شما در یک سنگر با رحمانوف و رژیم خانوادگیش قرار میگیرید که اونها امروز محض امین را رد کرده ایستادند و محض امین باعث شده است که اینک 4 ماه می شود که بدخشان تقریبا به یک منطقه نیمه نظامی تبدیل یافته است و 3 سال است که بدخشان در خوروغ در هر سر قدم بلاک پست های حربی گذاشته شدند گویا که خاروخ وارخ باشد. برای همین از دوستان خواهش میکنم که در چنین مسئله ها خیلی با احتیاط باشید، چون این مسئله نازک است. ببینید در گزارشی که 6 کارشناس از ساحه های گوناگونی که در سازمان ملل هستند، 6 کارشناس در این نشست شرکت داشتند و در این اعلامیه را به تصویب رساندند که در آن از جمله گفته می شود ما از کوشش های سرکوب اعتراض ها، حبس مردم پامیری، استفاده از حد زیاد و غیر قانونی نیروهای نظامی سخت نگران هستیم. از مقامات دعوت میکنیم برای پیشگیری از تبعیض علیه اعتراضگران پامیری چاره اندیشند. و اینک دیروز از خاروخ به بنده یک نوار را روان کردند که اون را در صفحه هم نشر کردم. حاضر میخواستم از کارمندان تکنیکی همون نوار را در اینجا گذارند.
این نوار دیروز ساعتهای 11 سحر گرفته شده بود و همان زمان به بنده روان کرده شد و در این نوار ما میبینیم که میرگن ها یعنی سنایپر ها باز به تل و تیپه گرد و اطراف شهر خوروغ بالا شدند و شاید یکی از سبب های این هم محض همین اعلامیه سازمان ملل متحد باشد که ایشان باز به یک عملیات دست زدنی و شاید بنده برانم که اینها عمل را انجام دادنی که انتظار دارند بر علیه امین عمل مردم به میدان بریزد و اینها بیایند و از بالا یعنی خب دیگر تیر خالی کنند و دیگر کارها کنند. یعنی به باور بنده این شاید به همین محض به همین گزارش سازمان ملل ربط دارد و اینها حاضر تمام تلاش را بران خواهند کرد که در روزهای نزدیک، ماههای نزدیک، سالهای نزدیک تمام تلاش را بران خواهند کرد که خیلی که از سال 2012 به این روز کردن این مردم را باز سیاتر در رسانه کنند. یعنی به گفت خودشون پدستوه ها کرده جوانان را با هر بهانه به زندان برده و عالمیان نشان دهند که این یک منطقه جنایتکاری است، یعنی کریمینالی است، یک منطقه کریمینالی است و در اینجا مسئله تبعیض قومی نیست، در اینجا مسئله صرف مسئله جنایتی است و میخواهند خیلی که روس‌ها در نسبت قفقاز شمالی سیاست ها پیش میگیرند گرفته بودن در سالهای 90 همین خیلی دیگر امروز رحمانوف نسبت بدخشانیات چنین سیاست پیش گرفته است و میخواهد که بر اثر چنین واکنش های سازمان های بین الخلقی اینا میخواهند که با مردم بدخشان را سیاه کنند و نشان دهند که در اینجا مسئله قومی نیست، مسئله سیاسی نیست، مسئله دیگر نیست، در اینجا مسئله صرف خب جنایتی است و در اینجا جنایتکارا جمع شدند و امروز که همین مرگن ها به تل و تیپه های گرد و اطراف شهر خوروغ بالا شدند باعث نگرانی است که خب در بدخشان خیلی که شما شاهد هستید هر روز جوانان را با هر بهانه بازداشت میکنند و به خاطر در تظاهرات شرکت کردن و به گفت خودشون گویا که تحقیر کارمند مقامات یعنی منصبدار به 10 سال جوان را به 10 سال حکم زندان میکنند به یگان تقریبا به یگان عیب اون عیبی که شاید همان حقوق ویران کنیه که شاید هم این جوان یعنی منظورم منوچهر شیروف است اگر یگان حقوق ویران کنی هم از طرف او سر زده باشد شاید آن با اگر مسئله سیاسی نمی بود با یک جریمه خلاص می خورد. خیلی که او جوانایی که در دوشنبه نسبت یک دختر خب از چیز کردن یعنی از خشونت استفاده بردن اونها را جریمه یک نفر رو کلا آزاد کردن و 2 نفر رو فقط جریمه بستند و هم به همین مانند اگر پرونده ها رو در مرکز بینید پرونده ها که واقعا پرونده های جنایی هستند در آنجا فرض کردیم برای قتل انسان همگی 10 سال میگیرند برای تجاوز به ناموس 3 سال شرطی میگیرند یا 6 سال شرطی میگیرند برای تجاوز به ناموس. لیکن در بدخشان به خاطر تحقیر کارمند مقامات آدم را به 10 سال زندان میبرند و این است دیگر
تجربه‌ای که ما از کار همین مقامات در تاجیکستان داریم. یک مسئله دیگر هم در این هفته که ما شاهد آن شدیم، دعوای نو ضد عزت امان. یک ساکن باختر ادعا کرده است که عزت امان از او $7000 گرفته است و کارش را خوب انجام به طوری باید و شاید پروندهش را انجام نداده است و خب در عرفه روز تولد خب عزت امان باز یک پرونده دیگر را نسبت این بنده خدا باز کردن و بنده چند بار گفتم و باز گفتنی هم که این مشکلی هایی که امروز ما داریم، عزت امان باشد، شریف باشد، دیگر بچه های یک باشند، خب تمام مشکلی ها به یک شخص ربط دارد و آنم امام علی رحمانوف است و تا آن دمی که ما امام علی رحمان را از سر قدرت، یعنی رژیم امام علی رحمان را از سر قدرت دور نکرده باشه، همه همین مشکلی ها باقی خواهند ماند و من میخواستم تمام شهروندان همین را بدانند که مشکل عزت امان، مشکل بدخشان، مشکل واروخ، مشکل دیگر مشکل های خب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تمام مشکلاتی که ما داریم از برکت همین پیشوی معظمتان است و همین را تا اعتراف نکنیم، تا همین را خب تا همه کسا همین را اعتراف نکنیم و برنامه روی دست نگیریم برای از سر قدرت دور کردن این رژیم، از سر گردن خودمون پرتافتن این رژیم، ما همیشه چنین ناعدالتی ها رو شاهد خواهیم بود و از شما دعوت میکنم که خب فعالتر باشه در برنامه های ما، فعالتر باشه در برنامه های ما شرکت کنید، در زیر نوارها خب شرح ها نویسید تا ما برنامه ها رو پررنگتر گردانیم و شما در تاجیکستان شما با کانال موارای ما پیوست شوید و همیشه ما با شما باشیم، چون که در تاجیکستان هر سر چند وقت دیدید 3 ماه یا 4 ماه بدخشان به اینترنت بود. در عموم نرخ گران اینترنت و علاقه خیلی سست اینترنت برای شما تماشای کانال های یوتیوب از نگاه اقتصادی قیمتتر میغلطد، گرانتر میغلطد. از همین خاطر همون انتن را به کانال موارای ما در یحصد پیوست کنید. از هفته آینده ما این یک نوار تبلیغاتی رو پخش خواهیم کرد و شما پیوست شوید، چون که او تا آخرای ماه مرد موارای دیگری داشتیم که یوتلسات نام داشت و از آن مواره ما گذاشتیم به یحصد، چون که در یحصد برای شهروندان ما قلعیتر خواهد بود. حاضر به فکر من انیق میکنم از کارمندان تکنیکی، به فکر من اون نفرانی که امروز در تاجیکستان تلویزیون های تاجیکستان، کانال های تاجیکستان را تماشا دارند، در همان مواره ما هستیم و شما میتوانید فقط با همان در جستجو در همان مواره، یعنی با همان پولتی که نستروی که میگن، در همان جا با فکرم در همان جا ما رو پیدا کردن میتوانید. و از شما میخواستم که اونایی که در تاجیکستان کانال موارای ما رو تماشا دارن، در زیر این نوار، در زیر دیگر نوارهای
خب مخالفین از قبیل اصلاح تیوی باشد، ازدا تیوی باشد، دیگر در کدام نباشد، در امانها در زیر نویسید که آیا شما کانال ماورایی پیام تیوی رو تماشا دارید یا نه. همین رو در شرح ها نویسید و ما سعی میکنیم که یگان رقم تلفن رو نیز در اینجا مانیم. شما در همان رقم تلفن هم میتوانید این بعد زنگ زنید و بگویید که آیا شما در تاجیکستان ما رو تماشا دارید و برنامه ما آیا به شما معقولند و پیشنهادهای خود را برای پررنگ‌تر کردن برنامه ما پیشنهاد کنید و نیز خبرهای جالب، خبرهای را از تاجیکستان به ما را ارسال نمایید. خبرها باز نواری باشند، باز خوبتر یک نوار از یگان مثال ساختمان، از یگان راهی ریختگی و از همین کمبودی ها و خب دیگر. خب برای تعریف و توصیف شما 4-5 کانال در تاجیکستان دارید، امان ها کافی هستند برای ما. خب امان چیزی که برای شما یعنی چیزهای تنقیدی رو شاید در کجای خب موسرکه میگن چیز در شهر توزیع نکرده باشند یا یگان چیز دیگر، همه همین نوار و ویدیوها و خبرهای نو رو به ما ارسال کنید تا ما آن را در برنامه هایمان چک کنیم. خب حالا در همین جا خداحافظی میکنیم تا برنامه های آینده. شاید برنامه های ما از این به بعد زیادتر شوند و شاید بعد چند روزه باز با شما خواهیم بود. خدا یار و مددگار ما و شما باشد.